خب ببینید بچه‌ها، چیزی که قبلا هم گفتیم بر اساس تجزیه و تحلیل بوده، اینجا هم دوباره میخوایم همین مسئله رو مطرح کنیم که واقعا چیزی که گفتیم چقدر میتونه کاربردی باشه. چیزی که الان اینجا دقت میکنید اینه که من برای کار کردن این شیئی که حالا مملو از قوسه به هیچ عنوان از خطای آنچنان قوسدار استفاده نمی کنم. اون تجزیه و تحلیلی که گفتم اینجا به واقع باید اتفاق بیفته. اصلیش چیه؟ اصلیش همون تجزیه است، یعنی اون خطای مهمی که من میکشم برای حالا نشون دادن ساختار اولیه این. چیزی که برای این مهمه، این نسبت کلی اینه، تو کل صفحه همه این کنارش قرار بگیره، حالا تو کل صفحه، و اینکه یه سری تناسبات و حالتهایی هم این تو خودش داره که باید در این هم دیده بشه. حالا من دیگه به تک تک نشون دادن تک تک اینها دیگه نمیپردازم، یه کلیتی رو اینجوری نشون میدم، میرم سراغ این یکی هم میبینی این هم یه فاصله ای داره، صفر این هم یه جایی مستقره، یه کلیتی داره، اون کلیت رو من باید اینجا نشون بدم. الان مثلا ضخامت و پهنای این رو مثلا با پهنای این قیاس میکنم، دقیقا این پهنا با این پهنا برابره. اینجا هم الان تقریبا اون چیزی که من گفتم رو دقیقا حالا چشمی رعایت کردم. این هم یه فرم کلی داره، این فرم کلیش رو اینجا من پیاده میکنم. پس خیلی برامون مهمه که واقعا به خطای ساده، به خطای مختصر ساده سازی بشه. حالا من میتونم بیام مثلا یه مقداری کلیت ها رو دیگه بذارم کنار، یه ذره بیام به جزئیات بپردازم. بازم این جزئیات به این معنی نیست که اسکنش کنم از بالا بیام پایین. دوباره میبینی یه اولویتی دارم برای یه سریا، به اونها میپردازم. اصلا یکی از چیزایی که واقعا مهمه اینه که این اولویت ها واقعا کدومن، یعنی نشون دادن کدوم ها به شی کمک بهتر، نشون دادن شی کمک بهتری میکنه. من مثلا این رو هم نشون میدم، ولی اینو دیگه چیه آنچنان روش تأکیدی. دوباره من 2 تا اینجا دارم، 1 2 3 تا اینجا دارم دیگه. اون 3 تا برجستگی رو به صورت مجزا بهش نمیپردازم. یکی از چیزای مهمی که وجود داره، ما هم همیشه میگیم، اون کار نکردن هاست. واقعا چه قسمت هایی رو شما کار نکنی، سادهش کنی. برخلاف تصور، جهت هاشورایی هم که حالا میبینیم ممکنه که برخلاف تصور تو جهت این طول نباشه، ولی حالا من فعلا اون چیزی که میخوام هاشورها نیستن، بیشتر همین ریتم فرم های دور هستن.
یه جوری پیش میبرم که به راحتی بتونم هر چیزی رو که میخوام به موقع بتونم روش اون تاکید لازم رو داشته باشم، بولدش کنم. اینجا هم دیدی که اصلا لزومی نداره ما به تک تک تعداد چیزایی که داریم، برجستگی ها و شیارهایی که داریم بپردازیم. خب سایه ها هم ناگفته نماند که برای نشون دادن حالت این خیلی مهم هستن. این مداد سبز جالبه، هر زمان یه رنگ سبز تونالیته خاصی از خودش نشون میده. به سایه هام یه جوری میپردازم که واقعا به نشون دادن شی کمک بکنه، برخلاف تصور اونجوری که فکر میکنن. سایه ها خیلی به صورت مجزا و حتی لبه های بریده نباید خودشو نشون بده، باید یه حالت واقعا اتمسفری که خودش رو داشته باشه. خب اینجا یه مقداری خطا و ریتمای من کمتر بود، حالا اینجا میتونم بهش بپردازم، میبینی؟ ولی ریتما رو کاملا تکراری انجام نمیدیم، یعنی ضخامت خطا، تیرگیش، اینها هیچ کدوم نباید توی مسیر تکرار بشه. این اصلا تیرگی مهمی داره. خیلی دغدغه‌ای در مورد سایه ها ندارم. البته سایه ها باید اون حالت فلت بودن خودش رو نشون بده ولی وسعتش رو، یعنی به همون دلیل باید وسعتش رو خیلی دقت کنیم، چون سایه ها در درجه اول باید پرسپکتیو داشته باشن. می‌بینی من از کناره مداد استفاده میکنم، یه جاهایی از همون کناره مداد میتونم برای برش ها استفاده کنم. یعنی در حین کار کردن من به راحتی میتونم مدادم رو چیکار کنم؟ تیزش کنم. مثلا قسمت هایی هم که یه مقداری نور میخوره، اون قسمت های نور رو شما سعی کنید خط بلاک دورش خیلی بریده نباشه، چون باید اون خط هم در ذات خودش هم نور خوردن رو بتونه نشون بده. چند دقیقه شد؟ 9 دقیقه. حالا یه اشاره‌ای هم اینجا به این سایه این میکنیم. خب این سایه این هم باید اون پرسپکتیو لازم رو داشته باشه. خب فکر کنم دیگه خوب باشه بیشتر.